خب به نام خدا، سلام به همگی، به کانال بامبو خوش آمدین. امروز میخوایم سراغ کتابی بریم که این روزا در هر کتاب فروشی یا لیست پرفروشترین ها اسمشو میبینید. عادتهای اتمی نوشته جیمز کلیر. قبل از اینکه وارد بحث بشیم بذاریم بگم جیمز کلیر کیه که اینقدر با اطمینان درباره تغییر رفتار صحبت میکنه. جیمز کلیر یک نویسنده معمولی نیست، او کارشناس رفتارشناسیه. قبل از اینکه کتابش رو بنویسه سایت شخصیش jameskeller.com به خاطر مقالات فوق‌العاده‌اش در مورد علم عادت‌ها تبدیل شد به یکی از پربازدیدترین سایت‌های دنیا. او سالها به عنوان ستون‌نویس در نشریات بزرگی مثل نیویورک تایمز و فوربس مطلب نوشته و سخنران ثابت شرکت‌های بزرگ دنیاست که ازش دعوت می‌کنن تا به مدیرانشون یاد بده چطور سیستم‌های کارشون رو اصلاح کنن. تفاوت کلیر با بقیه اینه که او به جای حرفای انگیزشی بر پایه دیتا و روانشناسی رفتاری صحبت می‌کنه. او آزمایشگاه رفتاری خودشو داره و کتابش نتیجه سالها تحقیق میدانی روی هزاران آدم. جیمز کلیر در کتابش میگه شما به سطح اهدافتون صعود نمی کنید بلکه به سطح سیستماتون سقوط میکنید. این یعنی چی؟ یعنی اینکه برای تغییر رفتار او 4 قانون ساده اما انقلابی را معرفی میکنه. اگه میخواید عادت خوب بسازید این 4 قانون رو دنبال کنید. قانون اول واضحش کن یا نشانه یا آشکارش کن. مغز ما عاشق نشانه های بصریه. خب دوستان، اگه میخوای عادت خوبی بسازی باید اون رو در محیط اطرافت واضح کنی. مثلا اگه میخوای کتاب بخونی کتابو نذار توی قفسه، بذارش دقیقاً وسط میز کار یا روی بالش تخت. نشانه رو طوری طراحی کن که نتونی نادیدش بگیری. مثلا میگی یه جا بذار که ببینیش. قانون دوم جذابش کن که یا اشتیاق ما کارهایی رو انجام میدیم که برای مغز لذت بخش باشه. کلیر یه تکنیک داره به اسم بسته‌بندی وسوسه. مثلا اگه دوست نداری ورزش کنی فقط وقتی اجازه داری پادکست مورد علاقه تو گوش کنی که در حال پیاده روی باشی. اینجوری مغزت ورزش رو به اون پادکست لذت بخش گره میزنه. قانون سوم میگه سادهش کن. بزرگترین قاتل عادت استحکاک است. هر چقدر انجام یک کار سخت‌تر باشه احتمال انجامش کمتر. مثلا اگه میخوای صبحها بدوی لباسهای ورزشی رو شب قبل بذار کنار تختت، کفشا رو دم در آماده کن. استحکاک اولیه رو به 0 برسون تا مغزت برای شروع کار بهانه‌ای نداشته. مثلا اگه میخوایم بریم باشگاه بدنسازی، این تجربه خودمه، ساکتون همیشه آماده باشه، لباساتون آماده باشه. و یه چیزی هست که خیلی به من کمک میکنه و اهرم رنج و لذت بچه‌ها. خیلی مهمه تو هر کاری، تو هر رابطه‌ای، تو هر داستانی. اهرم رنج و لذت چیه؟ مثلا من موقعی که باشگاه میرفتم بدنم دمش میخوابید، لباسام مثلا زار میزد تو تنم، بازوام کوچیک میشد یا فلان، اون اعتماد به نفس رو نداشتم. خب ولی وقتی میرفتم باشگاه لباس که میپوشیدم لباس به بدنم میچسبید، بازوام مثلا دم میکرد و هیکلم تناسب اندام و این به من اعتماد به نفس میداد. و هر بار که نمیخواستم برم باشگاه حوصله‌شو نداشتم نگاه میکردم دوباره بدنم ممکنه اونجوری باشه و این اهرم رنج منو وادار میکرد که برم باشگاه و تمرین کنم و خودم رو تو آینه ببینم و لذتشو ببرم. اینو داخل تمام کارا میتونید انجام بدید. ببینید اگر مثلا قرار سیگار رو ترک کنید، خب ببینید وقتی سیگار قراره بکشید رنجش چیه که بعدن شاید اعتیاد پیدا کنید به چیزای بیشتر، گل بکشید، خدای نکرده مواد مخدر فلان و بهمان، بعد گوشه خیابون فلان، اون تهش دیگه اینه دیگه. ولی خب این وقتی هم سیگار نکشید چیه که ریهاتون تنفس میکنه، سالم میشین، فلان میشین، میتونین لذت ببرین، اعتماد به نفستون بالاه، میتونین کوهنوردی برین. خب خیلی چیزای دیگه هست که میتونید ازش لذت ببرید. پس این اهرم رنج و لذت رو تو هر کاری میتونید داستان بگید. حتی تو پس‌انداز، تو پول در آوردن. من اگه پول نداشته باشم، فقیر باشم چی میشه؟ اگه داشته باشم چی میشه؟ خب پس تلاش میکنم که بتونم پول در بیارم، بتونم سرمایه گذاری کنم، بتونم پس‌انداز کنم، بتونم لذت ببرم از زندگیم. این یک هدف میده برای پول در آوردن. یا خیلی چیزا، رابطه‌های ناسالم، اگر توی رابطه بد باشم چه اتفاقی میفته؟ اگه توی رابطه خوب باشم به آرامش میرسم، به شادی میرسم، به لذت میرسم. اگه رابطه هم بد باشه اینجوری میشم و افسرده میشم و ناامید میشم و هزار تا چیز. خب پس این اهرم رنج و لذت و دوستان، این تجربه شخصی خود منه،
داخل همه موارد میتونید استفاده کنید و کمکتون کنه. قانون چهارم میگه لذت بخشش کن. پاداش. مغز ما پاداش‌های فوری رو دوست داره. اگه یه عادت نتیجهش ماه‌ها طول میکشه، مغز ناامید میشه. مثلا میگه یه جدول تیک زدن داشته باش، هر بار که کار رو انجام دادی با یه خودکار قرمز تیک بزن. همون حس بصری تیک زدن یه پاداش آنیه که مغزت رو ترغیب میکنه فردا هم اون کار رو انجام بدی. پاداشی به خودتون بدین، مثلا حالا چیزهایی که دوست دارید و مفید برای بدنتون. ببینید دوستان، خیلی ها این 4 تا قانون رو بلدن اما باز شکست میکنن. چرا؟ چون در سطح هویت کار نکردن. کلیر میگه رفتارها بازتاب هویت شما هستن. یه بعد هویتتون تغییر کنه. هویت ما با کلام ما، با رفتار ما، با فکر ما تغییر میکنه و این فکرمون باید عوض بشه. مثلا میگه اگه شما سیگار میکشید و بهتون تعارف میکنه، اگه بگید نه ممنون دارم سعی میکنم ترک کنم، شما هنوز دارید با هویت یک سیگاری زندگی میکنید. اما اگه بگید نه ممنون من سیگاری نیستم، هویت شما تغییر کرده. و واقعا این کلام خیلی مهمه بچه‌ها. اگه حتی هستید این کلامو مثبت و تغییر انجام بدین تو زندگیتون، خیلی میتونه تغییرات خوبی ایجاد کنه. شما دیگه دنبال ترک کردن نیستید، شما فقط دارید خودتون رو زندگی میکنید. حالا در کانال بامبو ما روی این لایه عمیق‌تر کار میکنیم. تغییر هویت، موتور دائمی عادت. و در نهایت میرسیم به فلسفه کانال ما بامبو. جیمز کلیر در کتابش مفهومی داره به اسم فلات پتانسیل پنهان. او میگه عادت‌ها در ابتدا اثر مرکب ندارن. شما هر روز ورزش میکنید اما بدنتون تغییر نمیکنه. شما هر روز پس‌انداز میکنید اما پولدار نمیشید. این همون جاییه که اکثر مردم ناامید میشن. اونا فکر میکنن چون نتیجه نمیبینن پس دارن اشتباه میکنن. اما کلیر میگه شما در حال ریشه زنی هستید. مثل بامبو که سالها زیر زمین رشد نامحسوس داره تا ساختار محکمش رو بسازه، تلاش‌های کوچک شما هم داره سیستم عصبی شما رو بازسازی میکنه. وقتی به نقطه عطف رسیدی، تغییرات با سرعتی غیر قابل تصور شروع میشن. عادت‌های اتمی فقط یک کتاب در مورد موفقیت نیست، نقشه مهندسی ذهن انسانه. از اعتبار جیمز کلیر استفاده کنید و این 4 قانون واضح، جذاب، ساده، لذت بخش رو در زندگیتون تجربه. خب دوستان عزیز، ممنون که این بررسی تخصصی رو شنیدید. اگه میخواید بدونید که چطوری این قوانین رو برای هدف خاص خودتون شخصی سازی کنید، توی کامنت ها برام بنویسید که اون عادت اتمی که میخواید از فردا شروع کنید چیه. من به همشون جواب میدم. تا قسمت بعد یادتون باشه آروم ولی عمیق ریشه بزنید و خداحافظ.